سرخط خبرهای مهم: 350 مبتلای ویچ و مرگ 53 کس در زندان‌های تاجیکستان. مهاجران تاجیک در ونوکووا درماندند، آنها را به روسیه راه ندادند. و رستم یتیموف به دسته رستاوی روسیه گذشت. سلام بیننده های عزیز، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز دوشنبه 17 ایون. مقامات روس با گروه از شهروندان تاجیکستان اجازه ورود به خاک روسیه را نداده است. از روز 14 ایون بیش از 30 شهروند تاجیکستان که از دوشنبه به فرودگاه ونوکووا پرواز کرده بودند در مرز درماندند. چند تن از آنها دیروز 16 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مقامات روس آنها را دردی سرساز برای روسیه نامیدند. در میان آنها زنان و کودکان نیز هستند. مهاجران گفتند که از آنها درباره حادثه کروکوس پرسیدند و تلفن‌هایشان را تفتیش کردند. در سفارت تاجیکستان در روسیه فعلا به این قضیه واکنش نکردند و با زنگ‌های همکاران ما نیز کسی پاسخ نداد. ولی یک مهاجر درمانده به رادیو آزادی گفت در پاسخ به زنگ تلفنیش در سفارت گفتند که وقتی میدونید مشکلی هست کجا آمدید. در نوار ویدیویی که مهاجران درمانده از فرودگاه ونوکووا به رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که زنان و کودکان روی فرش فرودگاه خوابیدند. مهاجران گفتند که روزه تنها به آنها یک بار غذا می دهند و شرایطشان بد است. پس از حمله مرگبار به کروکوس که مقامات روس حملگران را شهروندان تاجیکستان نامیدند، فشار و اذیت مهاجران تاجیک در روسیه افزایش یافت. هزاران مهاجر از تاجیکستان در چند ماه اخیر به روسیه راه نیافتند و صدها نفر دیگر را از این کشور اخراج کردند. مقامات تاجیک به مهاجران توصیه داده بودند که موقتا از رفتن به روسیه خودداری کنند. امبودسمن تاجیکستان که پیوسته برای خاموشی در برابر نقض آزادی و حقوق مردم تنقید می شود، بعضی از مشکلات را در زندان‌های کشور آشکار کرده است. از جمله این نهاد در گزارش نوش در سال 2024 دست کم 3 زندانی وابسته به وزارت عدلیه را برای از معیار زیاد نگاه داشتنی محکوم شده و تنقید نمود. چون این وضع به ویران کردن طلبات قانونگذاری آورده می‌رساند که معیاری میدانی استقامتی را به هر شخص نه کم از 4 متر مربع مقرر کرده است، گفته شده است در گزارش امبودسمن یا وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان. طبق امور نوی که امبودسمن در گزارش سالانه‌اش آورده است و آن را دشواری در محبس‌های تاجیکستان می‌نامد، 350 زندانی مبتلای ویروس نورسانی مسئولیت بدن و بیش از 100 نفر بیماری سیل بودند. دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجه آمریکا در ماه اپریل امسال از حد زیاد بودن زندانی‌ها را در محبس‌های تاجیکستان مشکل جدی نامیده بود. این در حالی است که مقامات تاجیکستان هر دفعه در نشست‌های بین‌المللی میگویند بعضی از زندان‌ها نو و شرایط نگهداری محبوسان به طلبات بین‌المللی نزدیک شده است. شکایت یک بلاگر از لطاکوب و تهدیدهای شوهرش موضوع جنجال در عائله‌ها را بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی داغ کرد. بعد رسانه‌ای شدن شکایت رخشانه رحمت‌الله و مقامات شوهر او را بازداشت و 7 روز حبس کردند. برخی ها شوهر بلاگر را برای اذیت همسرش تنقید کردند. گروه دیگری کاربران گفتند شاید گناهکار تنها مرد نیست. همکارم مولا رجب یوسفی از ساکنان در دوشنبه پرسید که سبب بحث و دعوا در عائله ها چیست و راه حل کدام است. حساب جنجال شدند از حساب نفهمی مقصد عائله که شما برپا کردید، مقصد مثال ما از حساب نفهمی یا یگام خیلی گپ خبری که در بین عائله می شود یا یگام نفهمی که عائله که خود میگویم گپ رو نمیفهمد یا یگام چی می شود، از این سبب مقصد جنجال و عائله ویرانی برپا می شود. به جنجال نمیشه خسرانه ولی جنگ میشه هر روز جنگ شود نه هر جنگ نشود تو معامله کل چیکار نکنه خسران میشه زنکای استخوانی که جنگ خیلی راست میکنه میشکنه راست کنه میشه عیب زنها است اکثرا عیب زنها است اما زنها برعکس میگه مردکو عذاب میتین میزنن نه خیلی میزدگی مردکو هستن که اکثر با فیلم زنها اطاعت نمیکنن. شما میگید چیزی که مرد گفت باید همون شود. مرد بالا ده ای زن دیده مرتبهش
از کدام جهت موافق قانون همه برابر است؟ نه مثال مرد کار میکنه کاری خونه کاری اینجا زنکا با در خونه مردها بهتر میبیاد با زنکا فهمانده همین دختر یا بچه میگیرد زن بچه جدو یوشه خیلی عقل نرسیدگی خیلی هم بعد جنجال بسیار میشه بعد یک طرف دیگر طرفش خیلی همین جوانان کلام میشد خونه با این وابسته از پدرش مادرش خیلی تربیه میسید بعد مکتب و یویم جدو کلام خواست همین تربیه با وایشون موافق نمیبیان یا خیلی خاراکترشون بیشتر هست که سر خاراکترش سابقه کلینام خاراکترش سابقه فکری من بیشتر قایروی همین سوز نمیگیرم اگر مثلا یکش کم گوازبینی کند و کند اگر البته با یا دیگر فهمی میشد و میشد وقتی که یکش سابقه است با دیگرش هم سابقه میکند البته بین اونها تاش وازبینی کند هیچ گپ نمیشه فکری من همین ممکن یک دیگر را نفهمند ممکن است سبب بیکاری شوهر باشد کار نباشد سببو بسیار است بعد روی حلش چیه؟ ولی چیکار باید کنیم با شوهر؟ باید یک دیگر فهمی شود مراسای یک دیگر را فهمند در زندگی باید زنم فهمد شوهر که مثال خیمه شود روز می شود که در دست وای نمیرسد وای نامش چیست پول نمیرسد بعضی روز می شود که میوبد خیلی طاقت کند زنی اگر با ایمان و با توفیق باشد باید با شوهر مثال طاقت کند شوهر هم نمیخواهد که در زندگی عذاب کشد هم خیلی روز زندگی هم خیلی من بسیاری مسئله از این سر میزند که جوانان تیار نیستند پیش از من برای اویله دور شدن تیار نیستند اکنون این برای که برطرف کردن این هم وظیفه پدر و مادر و خسر و خوشنامند باید روی کلون یعنی من گفتنی هم که مسئله کلون سالون اینجا باید گوش کنم بعد بسیارتر این نقطه نظری من است همین دخترها رو بسیارتر در سن سالی 18 ساله به شوهر میتین که باید تیار نیستن مثلا در دیگر جمهوری ها تیار میشن اقلا باشد به فکر شخصی من از 21 که تیار شود پره کجا میرود و باید چیکار کند با حیات مستقلانه تیار باشد و پس میتواند زندگی هم دیگر فهمی باید باشد. بینندگان عزیز اگر شما هم در این باره نظری دارید لطفاً زیر این برنامه نویسید. دو کارمند زندانی رقم 1 رستاوی لبیدانی روسیه که از جانب چند زندانی گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند. صبح روز 16 ایون 6 زندانی که با اتهام عضویت در گروه تندرو داعش در زندان نگهداری می‌شدند کارمندان این مؤسسه را گروگان گرفته بودند. در شبکه‌های اجتماعی نوار نشر شد که زندانیان طلب می‌کردند به آنها سلاح و ماشین دهند و راهشان را برای بیرون شدن از زندان باز کنند. در نوار دیده میشد که آنها کار دارند. اداره زندان‌های روسیه نصف روز دیروز خبر داد که در عملیات دو کارمند زندان آزاد و زندانی‌ها کشته شدند. دروازه‌بان دسته استقلال دوشنبه و تیم ملی تاجیکستان رستم یتیموف من بعد فعالیت ورزشیش را در باشگاه فوتبال رستاو شهر رستاو لبیدون که در پریمیر لیگ یا لیگ برتر روسیه بازی می‌کند ادامه می‌دهد. باشگاه‌های فوتبال استقلال و رستاو درباره گزارش دروازه‌بان 25 ساله رستم یتیموف سازشنامه به امضا رساندند. به اطلاع باشگاه استقلال مبلغ گزارشی دروازه‌بان رستم یتیموف به دسته رستاو زیاده از 250,000 دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. رستم یتیموف که شاگرد باشگاه ولگا نیژنی نووگوراد روسیه میباشد از تابستان سال 2018 در هیئت استقلال هنرنمایی میکرد و در این مدت با دسته قهرمانی 6 کرته کشور، برنده 4 کرته جام ملی،
اینچنین سوپر جام تاجیکستان شده است. یتیموف دروازه‌بان اساسی دسته منتخب ملی تاجیکستان است و در هیئت منتخب کشور 44 بازی کرده است. او بهترین دروازه‌بان و بهترین فوتبال بازی تاجیکستان در سال 2023 اعتراف گشته است. در بخش یک روز تاریخ همکارمان خیرمان بقازاده از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 17 ایونی سال 2009 سابق وزیر امور داخلی تاجیکستان محمد نظر صالحов به قول همسر و پسرش در خانه‌اش کشته شد. مقامات آن را خودکشی نامیدند. دادستانی کل صالحов را که یک متفق دراز مدت پرزیدنت تاجیکستان به حساب می‌رفت در سوء استفاده از مقام و دیگر جنایت‌ها گمانبر می‌دانست. تا حال سال‌های زیادی این قضیه برای جامعه به جواب می‌ماند. 17 ایونی سال 2019 اتحاد اروپا استراتژی نو برای آسیای مرکزی را قبول کرد. استراتژی نو تقویت همکاری‌ها در بخش سیاسی و حقوق بشر، کمک در رشد اقتصادی و جلب سرمایه‌ها، مستقلیت دادگاهی و تقویت اقتصاد بازرگانی را در نظر می‌گیرد. 17 ایونی سال 2010 فعالان مدنی از افزایش کودکان کارگر در تاجیکستان خبر دادند. به حساب آنها در تاجیکستان که بیش از نصف اهالیش کودک می باشد، هر نورسی هفتم مجبور است در تامین روزگاری عائله‌اش سهم بگیرد. بانک ملی غربی اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل برابر است به 119 سومون، 100 یورو به 1150 سومونی و 100 دلار به 1075 سومونی مقرر شده است. بیننده های عزیز، شما نوید بامدادی را تماشا کردید. نظر و پیشنهادهای خود را برای ما نویسید. تا برنامه بعدی، خیر.